1,000,000 تومن، نمیدونم 4,000,000 تومن ماهی، 1,000,000 تومن به خانواده ها پول میده. وقتی روغن 1,600,000 1,700,000، این 1,000,000 تومن روغن رو برای چی میخواد؟ برای جغجغ لای در خونهشون میخواد که شب عیدی خونهشون در خونهشون جغجغ نکنه. حالا 1,000,000 رو داشت، 1,000,000 خورده ای رو داشت، روغن خرید، باش چی بخره که با روغن درست کنه؟ این روغن فقط به درد همون لای جغجغ لای در میخوره. نمیدونم، خدا هم حرف گوش نمیکنه. من با کسی حرفی ندارم، فقط از خدا میخوام کمک کنه، به هممون کمک کنه، به این وری به اون وری، به چپ به راست فرقی نمیکنه، به ایرانی کمک کنه، چه در ایران چه در خارج از ایران، به هممون کمک کنه.